نه خوبه. چرا اینو بلند ارزش میکنن؟ صداشون میفته؟ اوکی. یابان نیازه سلام بچه، حالتون چطوره؟ ساعت 5 صبحه و من دارم ویدیو یوتیوب ضبط میکنم. هیچ از خونه نبود، ساکت و خلاصم هست. بهترین زمان برای اینکه ویدیو بگیرم. از آخرین باری که ویدیو گذاشتم چند ماهی میگذره و اتاقم تغییر کرده. اتاقا رو جابجا کردیم و برگشتم تو اتاق قدیمی و حالا فضای اتاقم پشتمه. امیدوارم که شلوغش یه خورده شلوغه، من دوست دارم، اذیتتون نکنه. اگر صدام یه خورده گرفته است، اگر یکم جرم باد داره که شما به بزرگواری خودتون ببخشید. ساعت 5 صبح واقعا نمیشه بهتر از انتظار داشت. نماز که خوندم، نشستم شعرگذاری نوشتم. من هر روز یه صفحه شعرگذاری میکنم و یه درد چند خطم نامه به خودم مینویسم. پیشنهادیه، یعنی خیلی خوبه، خیلی خوب. یه نامه به خودتون دلی، هر چی که دوست دارید مینویسید و خیلی کیف میده. و یه خورده کتاب خوندم، دارم کتاب بی حد و مرز میخونم بچه‌ها. خیلی کتاب باحالی، یعنی از باحال‌ترین کتابای رشد فردی که تا حالا خوندمه. راجع به کارکرد مغز میگه، راجع به یادگیری میگه، یادگیری رو یاد میده و این خیلی جالبه. یه سری اطلاعات جالبی راجع خودتون، راجع ذهنتون، حافظتون همتون بهتون میده که نمیدونستید خیلیاشو و تکنیک‌های مثلا درس خوندن و کتاب خوندن و اینا که بهتر و مسئله تو ذهنتون. خلاصه کتاب باحالیه، پیشنهادش میکنم حتما بخونیدش. توی مدتی که نبودم به خیلی نتیجه رسیدم. یعنی تو این چند ماه اخیر من یه سری روزای خیلی خیلی سخت داشتم و یه سری روزایی که خیلی خوش گذشت، خیلی خوب بود، خیلی از خودم راضی بودم و هممون از این روزا تو زندگیمون داریم. موضوع ویدیو که شما کلیک کردین روش و اومدین این بود که یک یادآوری و یک نتیجه گیری وجود داره که ما آدما همیشه فراموشش میکنیم. شاید شما شنیده باشید قبلا، شاید نشنیده باشید، شاید این نتیجه گیری رو هیچ وقت نکرده باشید، شاید هم کرده باشید ولی یادتون میره مدام. و من اومدم اینو دوباره بهتون یادآوری کنم. با یک سری محاسبات متوجه میشیم که واو، واقعا اینطوریه. میفهمیم که واقعا شرایط، اوضاع، کارها و همه چیز ما به اون سختی که فکر میکنیم نیست. من یادتونه تو ویدیو قبلی مدل برنامه‌ریزی کردنمو گفتم، اینکه حالا سالانه چطوری برنامه‌ریزی می‌کنم، ماهانه، روزانه، اینا راضی بودم ازش. ولی خب مثلا هر چیزی یک آزمون خطا نیاز داره دیگه. من توی این سری برنامه‌ریزیام فهمیدم که چطوری برنامه‌هامو جور کنم، کارامو بنویسم که نه خودم خسته شم، نه زده شم و به همه کارام برسم. یعنی اینو متوجه شدم. ولی یه سری ماها هستن که خیلی سخت میگذره. مثلا یه روز یه شرایطی پیش میاد که 10 روز از ماه شما رو ازتون میگیره، نمیدونم، یا یک روز کامل شما رو ازتون میگیره. تو خیلیش اصلا هیچ دخالتی نداریم و صرفا پیش میاد. من خودم شخصیت به شدت برنامه‌ریزی دارم که اگر برنامه‌ام به هم بریزه، اگه کار مثلا حالا دیگه توی روزم اتفاق بیفته و باعث بشه که من به برنامه خودم نرسم، اعصابم به هم میریزه. واقعا خیلی عصبی میشم. یعنی میگم که وای نشد، این چه کاری بود خلام شد. شاید خیلیاتون اینطوری باشید. و این موضوع واقعا تو خیلی از روزا حال منو تا شب بد می‌کرد. مثلا روزو از من میگرفت. من میگفتم خب الان این موقع صبح کار پیش اومد و برم بیرون از خونه و آدم بیرون از خونه که میره کلا وقتش میره. واسه که اول باید بپذیری واقعا زندگی، دنیا، همه چیز یه روندی داره که اصلا دست تو نیست و یه سری کارهای غیر ضروری یا ضروری رو میندازه توی مسیرت. مثلا این یه چیزیه که پیش میاد برای همه. بعد از اینکه سگم شل کنم یه خورده نسبت به این موضوع، خیلی هم نیست. الان که ویدیو میگم شاید 1-2 هفته است که من این دیدگاهو جایگزین کردم که اگر کاری پیش اومد اشکالی نداره. مثلا اگه من نتونستم طرف صبح زبانم رو برنامه‌ریزی کرده بودم بخونم، اشکالی نداره ظهر میخونم، اشکالی نداره شب میخونم. سعی کردم که اینطوری هی بزنم خودم میگم مشکلی نیست، اشکال نداره، کار پیش میاد و زنمو قانع کنم. خیلی واقعا بهتره. یعنی واقعا احساس آدم آروم میشه. به راحتی هم نیست. فکر نکنید من راحت مثلا چه الانم اگه برام بریزه برنامه‌ام یه خورده هنوزم از اون موقع اعصابم خورد میشه. ولی خب ببین اصلا نداریم روزی که تمام کارا طبق برنامه‌ریزی دقیق انجام بشه، مخصوصا برای ماهایی که با خانواده زندگی میکنیم یا نمیدونم حالا از این شرایط. یه سری از بلاگرها هستن که تنها زندگی میکنن و به اینکه تمام برنامه‌شون تیک میخوره، به اینکه رژیم فلان دارن، به اینکه ساعت فلان میرن فلان جا، به اینا افتخار میکنن. افتخار خیلیاش درسته، ولی وقتی که توی یک خانواده‌ای هستی، توی یک محلی مثل خوابگاه هستی، اگه یه همچین شرایطی باشه، خیلی وقتا آدم تحت اون شرایط قرار میگیره، شرایط اون محیط، شرایط اون افراد، و این دست تو نیست. یه روز مثلا مامان دستش بنده، تو بعد نهار درست کنی، 1-2 ساعت از روزت میره و اینا چیز طبیعیه. من خودم خیلی سر این موضوع هرس می‌خوردم که کار اینجوری پیش میومد، شروع کردم دیگه و اینکه سعی می‌کنم به اون اتفاقای غیر منتظری که میفته به یک دیدگاه دیگه نگاه کنم. سعی کنم اون کارها رو برای خودم لذت بخش کنم. مثلا اگه قرار باشه برام ظرف بشورم، ایرپاد بذارم،
یا پادکست مفید گوش کنم که اون مدت زمانه رو مفید بگذرونم، یا آهنگ باحال بذارم که با انرژی خلاص اون زمانه بگذره و احساس خستگی نکنم، هی به این فکر نکنم که باید به برنامه‌ام نرسیدم. واقعا نه این روزی که همه کارامو تیک بخوره یه چیز طبیعیه، مشکل نیست. میشه همه کارها رو توی یک روز انجام داد، میشه همه اون کار برنامه رو انجام داد، نه همش ولی میشه خیلیاشو انجام داد، اما نمیشه طبق برنامه‌ریزی خودمون انجام شد. یعنی یه موضوعی خیلی مهمه و جالب دونستنش و شما رو رها میکنه. و اون چیزی که توی این برنامه‌ریزی فهمیدم این بود که کارا رو خیلی زیاد نکنم واسه خودم توی یک ماه. من یک ماه برنامه می‌نویسم، اونجوری بهتون توضیح دادم تو ویدیو برنامه‌ریزی، و خیلی کار واسه خودم می‌نوشتم. خودم فکر می‌کردم که دارم با قدم‌های کوچیک تبدیلش می‌کنم، میتونم انجامش بدم، ولی آخر ماه که می‌رسید می‌دیدم نصفشون اصلا موند، اصلا به اون هدف نرسید. مثلا نمیدونم می‌خواستم 50 صفحه مثلا از کتاب لغت کار کرده باشم، حالا گفتم خب حالا بیام تقسیمش کنم توی این ماه، هر ماه مثلا 2 صفحه بخونم و فلان از این حرفا، ولی واقعا یه روزا نمیشه و این باعث میشه که تو عقب بیفتی یه خورده از برنامه. و این هیچ اشکالی نداره، واقعا. یعنی وقتی که این موضوع رو درک کنی و سعی کنی که بیاریش تو زندگیت، همه چی خوب میشه، همه چی آرومتر میشه، واقعا اشکالی نداره. یعنی ما خیلی خودمون رو اذیت میکنیم. اشک چشم جمع شد. من خودم رو خیلی اذیت کردم سر این موضوعات و اینا تقصیر منم نبود. همش یک بخشش مربوط به این بود کسایی رو دنبال می‌کردم که همیشه کاراشون طبق برنامه بود، همیشه داشتن میرسیدن به یه چیزی، همیشه داشتن همه کاراشون رو با موفقیت تمام انجام میدادن و اینا باعث شدن که خب من توقعم از خودم بره بالا و خیلی به خودم سخت بگیرم. میدیدم که یکی تو یه سال مثلا 300-400 زبانشو میبره بالا، ولی من یه صد هم نمیتونم مثلا میگم، و خودم رو خیلی اذیت میکردم، خیلی فکر میکردم، خیلی برنامه‌ریزی سخت برای خودم میکردم و اهمال کاری هم خیلی کردم. چون من اهمال کارم خیلی هستم متاسفانه هنوزم. تا کی میخوایم بدویم و هیچ چیز از زندگیمون نفهمیم و کلی به خودمون سخت بگیریم، کلی خودمون رو اذیت کنیم که چی بشه، کجا برسیم. درسته خیلی چیزا نیاز به برنامه‌ریزی داره، ولی با بدو کردن و زیاد فکر کردن ما به جا نمیرسیم. ما باید درست طبق یک سری کارهایی، حالا طبق یک سری برنامه‌هایی کم کم اون آدما رو برای رسیدن به هدف برداریم. و اینکه ما ببینیم آدما یهویی تو یه ماه ماشین می‌خرن، خونه می‌خرن، مهاجرت می‌کنن، زبانشون تقویت میشه، 50 تا کتاب تو ماه می‌خونن، اینا هیچ کدومش اونقدر واقعی نیست. خیلیاش الکیه، خیلیاش فقط برای نشون دادن تو مجازیه. این موضوع رو من مدت‌ها پیش بهش رسیدم واقعا قطعی، و یک سری از بلاگرایی که بهم احساس ناکافی بودن میدادن آنفالو کردم. خیلی خوب، این یه ویدیو انگیزشی نیست، یه ویدیو تجربیه. من احساس کردم، تجربه کردم و خواستم به اشتراک بذارم. شاید یه نفر نیاز داشته باشه بشنیدن این حرفا، شاید این یه کلمه، یه جمله از این حرفای من بهش کمک کنه. خلاصه خیلی از اون چیزایی که ما تو مجاز می‌بینیم اصلاً واقعی نیستن و طرف موقعی که نشسته حالا داره صحبت میکنه و اینا، شما فکر میکنید وای خوش به حالش، چقدر حالش خوبه، چقدر خونه‌شون ساکته، چقدر همه چیش خوبه که اومده مثلا داره فعالیت میکنه. ولی شاید تو سخت ترین شرایط روحی روانیش باشه، شاید تو سخت ترین شرایط جسمیش باشه، شاید پاشون پایین شکسته شما نمیبینی و هیچی هم نمیگه. پس اصلا نمیشه به حتی چشای خودمون تو مجازی اعتماد کنیم. به آدما نمیشه اعتماد کرد، این چیزی که میدونیم، و به حرفاشون تو مجازی هم نباید اعتماد کرد و برای چیزایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد نباید احساس ناکافی بودن بگیریم. هر آدمی جای خودش داره تجربه میکنه. پس موضوع اینه و قرار نیست که ما بدویم که به دیگران برسیم. تو نه از بقیه جلوتری، نه از بقیه عقب‌تری، تو درست سر جاتی، تو زندگی خودت سر جاتی و باید همونجا که باید هستی، همونجا که باید الان قرار داری. ادامه بده، بخون، درس بخون، کار کن، نمیدونم ورزش کن، زبان بخون، کلی کارهایی هست که باید انجام بدی برای اینکه زندگی تو پیش ببری اونجوری که دوست داری، اونجوری که بهت خوش میگذره. و اصلا نیاز نیست بدوی که به بقیه برسیم. کدوم بقیه؟ خیلی از این بقیه که ما توی مجازی میبینیمشون اصلا وجود ندارن. اصلا این فلانی که تو داری به اینکه چطوری رسید، وای خدای من چه آدم فوق العاده ای فکر میکنه، اصلا این فلانی وجود نداره. خیلی از چیزا که نشون میده فیکه. این یه واقعیت مجازیه، واقعیت فضای مجازیه و تو باید قبولش کنی. وقتی قبولش کنی رها میشی، آزاد میشی. بچه‌ها نور خورشید رو ببینید طلوع میفته رو دیوار روبرو، خیلی قشنگه. خب یه سری یادآوریایی راجع به زبان خوندن. حالا این راجع به همه زبان‌ها ست میکنه ها، ولی چون موضوعمون زبان‌کاری خوندنه میگم. ما کلی منبع داریم برای زبان خوندن، کلی منبع میخریم، کلی منبع دوره اینا تهیه میکنیم که بخونیم زبانمون تقویت کنیم. ولی خیلی وقتا تمام این منابع رو ما نمیتونیم توی سال تموم کنیم. خیلی وقتا من توی روز نمیتونم لغت بخونم، خیلی وقتا من توی روز نمیتونم گرامر بخونم، خیلی وقتا من نمیتونم 7 تا 8 تا منبع رو توی یک روز بخونم. چیز طبیعیه، نمیشه واقعا.
من خودم میخواستم تمام منابعمو توی روز بخونم، از هر حالا منبعی دارم یه دونه، نمیدونم مثلا اگه گرامر دارم روزی یه دونه گرامر رو بخونم، کوچیک کوچیکم، ولی میخواستم همه رو با هم بخونم و خیلی از روزا نمیشد. خیلی از روزا یکی دو تا منبع بیشتر نمیتونستم بخونم، چون به زیاد بودن اینا فکر میکردم، چون به اینکه 7 جزو کتاب اینا رو همه فکر میکردم و خب چش میترسونه واقعا. مغزتون مقاومت میکنه برای اینکه نمیخواد بره سمت یه چیز سخت، یه چیزی که زیاده، یه چیزی که قرار باشه بشینی مثلا 7 منبع زبان کار کنی، وای خدای من چقدر سخته، برش کن. اینه ما میبینیم سخته و انجام نمیدیم، ولی خیلی از کارهایی که فکر میکنیم واقعا سختن اصلا واقعا سخت نیستن، اصلا سخت نیستن. چرا الان بهتون ثابت میکنم با یه سری الان بهتون میگم چرا. یه محاسبه الان ما هم انجام میدیم، شاید قبلا انجام دادید، شاید انجام ندادید و الان براتون خیلی جالب باشه، ولی خب میخوام یادآوری کنم. من ماشه حساب آوردم، نمیدونم دیده میشه یا نه. میخوام یه سری چیزا رو حساب کنیم با هم دیگه. اگر من توی یک ماه روزی 5 تا لغت بخونم، 5 تا لغت، حالا هر روز هر ماه ما نمیتونیم کار کنیم، خب واقعا نمیشه. 4 روز 5 روزشو در نظر نمیگیریم، از یک ماه 25 روزشو حساب میکنیم. خب 25 روز داره ماه و ما هر روزی 5 تا لغت میخونیم، میشه 125 تا لغت. اوکی؟ خب 125 تا لغت تو هر ماه. حالا اگه توی سال تو 12 ماه ماهی 125 تا لغت بخونیم، حالا اگر که ما بیایم 12 ماهو ضرب در 125 تا بکنیم میشه 1500 تا. ما در سال اگر روزی 5 تا لغت، نه هر روز، 25 روز از یک ماه رو هر روز 5 تا لغت کار کنیم، در سال میشه 1500 تا لغت. 5 تا لغت خیلی کم بابا، 5 تا لغت بیشترش کنید. خب زبانم رو تقویت کنم، درسته؟ میگیم روزی 10 تا لغت، توی یک ماه میشه چقدر؟ 125 بشه میشه 250. 250 تا لغت توی ماه باشه، ضرب در 12 ماه سال بشه 3000 تا لغت. برگاه آدم میریزه این چیزا رو حساب میکنه. 3000 تا لغت و این رقم، این 3000 تا میشه یه چیزی معادل یک کتاب 2000 لغت و نصفی. یعنی یک کتاب لغت ما میتونیم یاد بگیریم، یه کتاب لغت 500 صفحه‌ای، یک کتاب لغتی که 2000 تا لغت توشه، به اضافه نیمی از یک کتاب لغت دیگه، یعنی 3000 تا لغت ما میتونیم یاد بگیریم. و واقعا که چیز خیلی زیادیه. ما میایم اول کار میگیم که خب روزی 20 تا لغت رو که نمیتونم حفظ کنم، 10 تا هم که کمه بابا، 10 تا لغت کلا روزی کی زبانم رو تقویت کنم، درسته؟ ولی وقتی که به این نتیجه گیری های بلند مدت فکر میکنیم، وقتی که اون دیدگاهمون رو میبریم عقب‌تر، بسیار خیلی بالاتر، ما فقط به این نگاه میکنیم که زیاده و نمیریم سمتش، در صورتی که اصلا زیاد نیست، اصلا سخت نیست. ما قدممون بزرگه، قدممون گنده است، میخوایم یه قدم برداریم 10 تا پله بریم بالا. خب نمیشه واقعا. هیچ کس یه شب پولدار نمیشه، هیچ کس یه شب زبانش تقویت نمیشه، هیچ کس یه شب مهاجرت نمیکنه، هیچ کس یه شب هیچ کاری نمیکنه و نمیتونه بکنه. چیکار میتونیم یه شب بکنیم؟ یه شب میتونیم 2000 تا لغت حفظ کنیم؟ نه، اصلا نمیشه، نشدنیه. پس چیکار کنم؟ واسه من خب زود زبانمو تقویت کنم. ببین زود نداریم. این یک روندیه که باید پیش بریم. یه روندیه که باید براش برنامه بریزی، قدمای کوچیک کوچیک، وگرنه اصلا کار نمی‌کنی. ببین روزی 10 تا لغت بخونی بهتره یا اینکه کلا نخونی. فکر کن اگه کم انجام بدی بهتره یا اینکه کلا انجام ندی. ما فقط به این فکر می‌کنیم که حالا فردا 20 تا لغتمو میخونم دیگه، امروز که نشد، فردا وای 20 تا لغت دیروز با امروز میشه 40 تا لغت، تا شب باید بخونمشون، وای خدا نخونمشون، فردا میشه 60 تا لغت. این حکایت خیلی از ماست و مثلا تو زبان خوندن اینطوریه، هی درسامون روی هم دیگه میشه. تو دوران مدرسه هم اینجوری بود. ما اگه تو دوران مدرسه از مدرسه میومدیم درسامون مرور میکردیم، امتحانمون خیلی بهتر از این نتیجه میگرفت. اگر که یک هفته فرجه میدادن واسه زبان و ما نمیذاشتیمش واسه شب آخر، قطعا خیلی نتیجه بهتری میگرفتیم. نه خسته میشدیم، نه از درس زده میشدیم، نه نمره بدی میآوردیم. این چیز کاملا طبیعیه که خب یه روندیه باید طی بشه. سر زبان خوندن همینه. روزی 10 تا لغت، روزی 5 تا لغت رو انجام بده، میدونی در سال میشه چقدر؟ اینجوری فکر کن 1500 تا لغت میشه. ما آدم همه چیز سخت میگیریم، عادت کردیم همه چیز سخت میگیریم، در صورتی اصلا سخت نیست. ما خودمون با اهمال کاریامون اون موارد رو واسه خودمون سخت میکنیم، اون کارا رو واسه خودمون سخت میکنیم، در صورتی که واقعا اونقدر سخت نیست. فقط ما قدممون گنده است، نمیتونیم برداریم، نمیتونیم توی یک قدم، اصلا نمیشه، نشدنیه. یه چیز فیزیکی و طبیعیه، شما نمیتونی یک قدم برداری 10 متر بری جلو، که نمیشه اصلا اینطوری. پس ما قدممون رو کوچیک کوچیک کنیم. اینو خیلی جاش نمی‌بینیم، قدمای کوچیک‌تر تقسیم کن حالا مثلا، ولی نمیدونیم چطوری. حالا سر برنامه‌ریزی که من خودم واسه زبانم کردم و نجاتم داد از این فاصله گرفتنه، من یه مدت نمیتونم زبان بخونم.
یعنی خیلی اینطوری شده تو این 4-5 سالی که زبان کاری میکنم، خیلی وقتا اینطوری شده و چیز طبیعیه. یهو مثلا 2 هفته نمیتونم هیچ زبان بخونم. وقت میگذشت واقعا واسم، چون من همین زبان خیلی دوست دارم. موقعی که میخونم احساس خوب دارم. همین که خب به هر حال من به عنوان مدرس باید همیشه آپدیت باشم، باید همیشه مثلا مرور بشه، همیشه مطالب جدید یاد بگیرم. اصلا مدرس رو بیخیال، به عنوان کسی که داره زبان کره میخونه من باید حتما اون تمرینمو داشته باشم، مرور رو داشته باشم که فراموشم نشه. مثلا بعد یک 2-3 هفته من میومدم سر کتاب زبانم، میبینم خیلی چیزا رو فراموش کردم و فراموشم شده واقعا. تو ذهنم نمونده. خب یه چیز طبیعیه و مرور نشده. فکر کنم 500 بار یه چیز طبیعیه رو تو این ویدیو من گفتم. اینقدر همه چیز طبیعیه و ما باورش نمی‌کنیم. و سختش می‌گیریم. مجبورم همش بگم. خلاصه که اینطوریه. و اون برنامه‌ریزی که من نجات داد از این به قول ریدینگ اسلام بودن برای زبان خوندن، نمیدونم اصطلاحش چی میگن. خلاصه این مدل برنامه‌ریزی کردن رو من حالا توی ویدیو بعدی ان شاء الله ببینم که چی میشه و اینا موضوع بعدی همین میتونه باشه یا نه. مدل برنامه‌ریزی که میتونید انجام بدید واسه اینکه زبانتون نمونه، واسه اینکه به همه چیزای زبانتون برسید، مدلش رو براتون توضیح میدم که چطوری برنامه‌ریزی کنید که حالش رو ببرید، خسته نشید. خلاصه یه نتیجه گیری جالب کردیم توی این ویدیو، اینکه قدم‌های کوچولومون در دراز مدت میشه یه مسیر خیلی طولانی. ما اگه بخوایم مسافرت بریم، خب ما سوار ماشین میشیم و 1 کیلومتر طی می‌کنیم تا میرسیم به مقصدمون. گاهن 1 روز طول می‌کشه و ما تو سفریم، 2 روز طول می‌کشه و ما تو مسیریم. آدم باید بتونه از اون مسیر لذت ببره. این خیلی مهمه. خیلی وقتا میدویم که برسیم به یه جایی و وقتی میرسیم می‌بینیم که اصلا اونجوری اونقدر خوب نبود که فکرشو می‌کردیم. و اون موقع حالا ببین نه تجربه است، نمیشه بگی پشیمونی، نه پشیمونی نیست، ولی اون موقع اگر که ببینی 3 سال از زندگی تو گذاشتی پای این هدفه و رسیدی بهش و دیدی که اونقدر دوستش نداری، اگر اون 3 سال زندگی نکرده باشی، یه حس بد میاد سراغت. وای اینقدر سخت گرفتم به خودم، تشین بود. حس خوبی نیست واقعا. پس یاد بگیریم از اون مسیر لذت ببریم. اون مسیری که توی سفر هستیم هم قشنگی خودشو داره. ما میتونیم توی یک تابستون که داریم زبان میخونیم در کنارش تفریحاتمون هم داشته باشیم و از اون مسیر لذت برده باشیم. میتونیم، شدنیه. مثلا میخوره زاویه رو تغییر بدم که این نور خورشید بیافته اینجا ته ویدیومون فضا رمانتیک کنه. خب یه سری نتیجه گیری‌های توی این ویدیو کردیم. اول اینکه احساس ناکافی بودن نداشته باشیم. ما دائما سر جامونیم، همین چیز سر جاشه و ما نه از کسی جلوتریم نه از کسی عقب‌تر، نه اینکه هی واسه بریم بالا که بقیه اون نرسن، وای من میام پایین دیگه، وگرنه که من باید همیشه هم بالاتر باشم. چیزی نیست واقعا. ما همون جایی هستیم که باید باشیم و سعی کنیم از این مسیر لذت ببریم. قدمامون کوچیک باشه، کارامون رو به قدم‌های کوچولو تبدیل کنیم که در دراز مدت یه نتیجه عالی بگیریم، نه اینکه هی کارا رو هم تلمبار کنیم و بهش فکر کنیم که هیچ فایده‌ای نداره. اینو فهمیدیم که اگر ما در روز 10 تا لغت بخونیم از اون زبانی که داریم کار می‌کنیم، در سال میشه 3000 تا لغت و یه نتیجه خیلی بزرگیه. واقعا کیف میده وقتی به این موضوع فکر می‌کنی. اگر قدماتو کوچیک کنی، قطعاً تو دراز مدت به جای عالی میرسی. هیچ کس یه شبه به یه جایی نرسیده. شما یک شبه فقط صدای موفقیتش رو شنیدید، در صورتی که اصلا اینطوری نبوده. کلی قدم‌های سختی رو برداشته قبل از اون نتیجه که داره به شما نشون میده و شما فکر می‌کنید اون یه شبه رسیده، پس چرا شما نمی‌رسید؟ اصلا اینطوری نیست، نمیشه، نشدنیه. باید قدم‌ها کوچیک باشه که توی طولانی مدت یک نتیجه عالی و مطلوب و راضی کننده به شما بده. پس سخت نگیریم، اینقدر بهش فکر نکنیم، انجام بدیم. امیدوارم سرتون رو به درد نیاورده باشم، این ویدیو رو دوست داشته باشین و برای خیلی تلنگری باشه که بتونن برگردن تو مسیر لذت بخش زندگیشون و از روزهایی که دارن زبان میخونن لذت ببرن، از روزهایی که دارن کار میکنن لذت ببرن، از روزهایی که قبل مهاجرتشونه توی کشورشونن لذت ببرن، از همه روزها، همه فصلها به اندازه کافی لذتشو ببرن. زمان ما خیلی زود میگذره، خیلی زود، و یا به خودمون میبینیم 20 سالمونه، 30 سالمونه و کلی کارایی نکرده داریم که میتونستیم انجامشو بدیم ولی به خاطر اهمال کاریمون نکردیم کارا رو و میخوایم حسرتشو بخوریم. اصلا حسرت خوردن نیاز نیست. اگه همین الان سعی کنی قدم کوچولو بر هدفت برداری، حسرت نمیخوری. ان شاء الله ویدیو بعدی اگر بهتون هم ویدیو برنامه‌ریزی کردن واسه یه زبان خوندن یا هر زبان دیگه واسهتون ضبط می‌کنم میذارم و واقعا دوست دارم که بتونم کمکی بکنم به حتی یه نفر. اگه یه نفر این ویدیو رو دید، حسابش تغییر کرد و بچه‌ها یه چیزی بگم، اول جمله‌ام تمام کنم، حسابش تغییر کرد، واقعا خوشحال میشم. یه چیز دیگه می‌خواستم بگم، این که الان با این ویدیو امیدوارم که باد نشده باشید الکی بگید وای راست میگه چه حالی میده، پس برم روزی 10 تا لغت بخونم، خب برنامه بنویسم، ایمان بعد این لغت بخونم، خوبه، خب این برنامه‌ریزی کردن عالیه، ولی اینطوری نباشه که الان انرژیتون فول بشه بعد فردا دوباره باده خالی بشه. نه خوب نیست. این ویدیو انگیزشی نبود، تلنگر بود و واقعا امیدوارم که اون نتیجه که من می‌خواستم از این ویدیو و حرفام گرفته باشید. اگر که یک نکته کلیدی، یک جمله جالبی گفتم،
بنویسید روی کاغذی، بذارید جلو چشتون. خیلی از حرفایی که من زدم رو یادداشت کنید. وقتی که می‌نویسیم ذهنمون دیرتر اون موضوعات رو فراموش می‌کنه و بهتر نتیجه گیری می‌کنه. پس اگر که این ویدیوی من قرار نتیجه‌ای بگیره، یه کاری کنید که درست نتیجه بگیره. یه برنامه‌ریزی باحال خوب و سبک و جذاب واسه خودتون بنویسید. به نتایج بلند مدتتون فکر کنید، نه اون قدم‌های گنده‌ای که بعد بردارید. این ویدیو تموم شد. واقعا دلم می‌خواد که دوستش داشته باشید و نتیجه مطلوبی رو براتون رقم بزنم. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون خیلی باشید. خدافظ. خورشید کامل. خیلی دوستش دارم.